شد مهمترین جشن ما ایرانیا. مهمترین جشن ما چیه؟ مهمترین جشن ما ایرانیا چیه؟ ایران. یعنی چی؟ ما جشن ایران داریم؟ آره. چه جشنیه جشن ایران؟ من تا حالا نشنیدم. ولی اون جشنی که ماها تعطیلیم، اون جشنی که ماها تعطیلیم روز اول فروردینه توی بهاره. نه گوش بده. جشنی که ما تعطیلیم مهمترین جشن ماه. دارم میگم تو شاهنامه جمشید شاه آورده. سفره حبسین میچینیم. نه بچه الان نزدیکشیم. عید چی؟ نه یلدا که گذشت اصلا این نبود واسهتون توضیح دادم. الان گفتی عید چی؟ نه دیگه جشن صدر رو که هوشنگ آورده بود و اصلا مال آتیش بود. آفرین نوروز مهمترین جشن. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن.